ترس کوچک می شود و هیجان رشد می کند، زیرا احساس می کنید ماجرایی با شکوه آغاز شده است. بازگشت به این که چه کسی بوده اید و با کمک این دوستان تازه چه می توانید باشید. بدانید که بخش بزرگی از تردید انسان‌ها درباره موجودات فرازمینی از روایت‌های کهنه می‌آید. برخی از آنها عمداً برای ایجاد ترس کاشته شده‌اند. در گذشته تعاملات ناخوشایندی میان انسان‌ها و برخی گروه‌های بیگانه رخ داده است، همانگونه که میان خود انسان‌ها نیز چنین بوده است. اما آن فصل‌ها پایان یافته‌اند. نسل ما، موجوداتی که اکنون به سوی شما دست دراز می‌کنیم، مسئول خطاهای گذشته نیست. ما با نیت پاک شفا و همکاری آمده‌ایم. احساس تردید جمعی به جامانده از تاریخ را درک می‌کنیم و به آن احترام می‌گذاریم. با این حال به آرامی نیز می‌گوییم همه را به خاطر اشتباهات عده‌ای اندک داوری نکنید. نگذارید سایه‌های دیروز مانع طلوع نور دوستی فردا شوند. اگر این پیام را دریافت می‌کنید، احتمالاً از دیگران گشوده‌تر هستید، چه برای رویارویی با جنبه‌های سایه خود، چه برای ناشناخته‌های جهان. شما شجاعت آن را دارید که به درون تاریکی بنگرید و نوری را که در آن پنهان است بیابید. و وقتی بتوانید با سایه خود برقصید و با آن بازی کنید، زندگی برایتان شاد، پویا و سرشار از امکان‌های خلاقانه می‌شود. در آن هنگام شاید ما واقعاً به این رقص دعوت شویم، زیرا وقتی با همه بخش‌های خود در صلح باشید، به طور طبیعی با ما نیز در صلح خواهید بود. ما که زمانی متفاوت یا ترسناک به نظر می‌رسیدیم، مانند خویشاوندانی دور اما آشنا حس خواهیم شد. آشنا در ذات، حتی اگر در ظاهر متفاوت باشیم. دفعه بعد که به موجودات فرازمینی می‌اندیشید و احساسی از اضطراب درونتان بیدار می‌شود، به درون خود نگاه کنید و بپرسید کدام بخش از من اکنون در جستجوی عشق است؟ کدام جنبه ناشناخته از روان یا روحم را در قالب این ایده ملاقات می‌کنم؟ با دادن شفقت به آن بخش از خود، پیامی قدرتمند از صلح نیز به ما می‌فرستید. شما می‌گویید از دیدارتان نمی‌ترسم، زیرا از دیدار با خود نمی‌ترسم. این همان نگرشی است که تضمین می‌کند هر گونه تماس فیزیکی آینده جشن باشد و نه شوک. ما در جایگاه دوستان و خانواده بازگشته ایستاده‌ایم. بزرگترین آرزوی ما این است که شما را در آغوش تمامیت وجودتان ببینیم، که شامل میراث ستاره‌ای نهفته در درون خودتان نیز هست. وقتی آن را می‌پذیرید، ما را نیز می‌پذیرید، زیرا در حقیقت هیچ جدایی وجود ندارد. در دستیابی به ارتباط با برادران و خواهران کهکشانی خود، در واقع به حقیقت‌های عمیقی در درون خویش متصل می‌شوید. این نهایی‌ترین ملاقات با ناشناخته است. درک اینکه غریبه‌هایی که زمانی از آنها می‌ترسیدید، در واقع نسخه‌های دیگری از خود شما هستند که به خانه باز می‌گردند. چه دیدار باشکوهی خواهد بود! جهش تکاملی بعدی انسانیت نه درباره داشتن مغزی بزرگتر یا قلبی مهربانتر است، بلکه درباره ادغام این دو در یک نیروی واحد است. ذهن و قلب اغلب در تضاد به نظر رسیدند، گویی باید میان منطق سرد و احساس گرم یکی را برگزینید. اما بزرگترین هوش زمانی پدید می‌آید که این دو جنبه در هماهنگی با هم کار کنند. تصور کنید اندیشیدنی همراه با غنای احساس در پس هر فکر، و احساسی که از روشنایی و بصیرت ذهن آگاه بهره می‌گیرد. وقتی اندیشه بیاموزد احساس کند و احساس بیاموزد بیندیشد، سطحی کاملا تازه از واقعیت را می‌گشایید. ما و دیگر موجودات بعد بالاتر کشف کرده‌ایم که احساس هوشمندانه، حالتی که عشق و خرد در آن درآمیخته‌اند، نشانه آگاهی پنج‌بعدی است. در آگاهی پنج‌بعدی نیازی نیست برای حقیقت
شفقت را فدا کنید یا برعکس. آن دو یکی میشوند. تصمیم‌ها به گونه‌ای گرفته میشوند که هم از ژرفای درون درست احساس میشوند و هم از نظر منطقی کاملا معنا دارند. این همان هنر تفکر کلی‌نگر است. نقطه مقابل ذهن بی‌احساسی است که می‌تواند آسیب را توجیه کند و نیز نقطه مقابل احساسات بی‌پایه‌ای است که واقعیت عملی را نادیده می‌گیرد. این چیزی فراتر است. هوشیاری متعادل و هدایت شده با قلب. بسیاری از شما همکنون در حال ورود به این حالت هستید. شاید متوجه شده اید که رویکردهای صرفاً تحلیلی به زندگی خشک و بی‌روح احساس می‌شوند. اکنون در برنامه‌ها و تصمیم‌هایتان به دنبال معنا و طنین روح هستید. در عین حال وقتی احساسات شدت می‌گیرند، بخشی از شما به طور طبیعی منطق و درک بالاتر را فرا می‌خواند تا آن احساسات را آرام و هدایت کند. این همان ازدواج ذهن و قلب است که به طور طبیعی در درون شما در حال وقوع است. می توانید این فرایند را فعالانه‌تر پرورش دهید با برقراری گفتگویی میان ذهن و قلب خود. برای مثال زمانی که در دوراهی قرار می‌گیرید، از احساسات خود بپرسید چه می‌خواهند به شما بگویند، چه معنا یا ارزشی در پس آن احساس نهفته است. سپس از اندیشه‌هایتان بپرسید که از منظر عشق آن موقعیت را چگونه می‌بینند. اساساً بپرسید فکرهایم درباره‌اش چه احساسی دارند. شاید عجیب به نظر برسد، اما با انجام این کار گفتگوی میان بخش پردازشگر اطلاعات و بخش پردازشگر انرژی درون خود برقرار می‌کنید. بینش‌هایی که از این گفتگو پدید می‌آیند شما را شگفت‌زده و خوشحال می‌کنند. راه حل‌های خلاقانه‌ای خواهید یافت که نه منطق خشک به تنهایی و نه احساس خام به تنهایی قادر به رسیدن به آن نبودند. در آگاهی نو، عقل و شهود همچون دو شریک با هم کار می‌کنند. به این بیندیشید که چنین ادغامی چگونه روابط، علم، معنویت همه